ما و شما در ابتدای نمازمون نیتی زبانی داریم که ما میگیم نیت کردن بگذارم 4 رکعت فرضی نمازی خفتن مثلا. این چیز در دیگر مذهبا نیست. این چیزی که ما نیت زبانی میگیم در دیگر مذهبا نیست، چون که در این باره روایت ثابت شدگی نیست. این چیزا یعنی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه به خاطر که فکر نمازخوان در نماز بیاره حضرت تشکیل کردن. وقتی که انسان میاد البته را سراسیمه است، حضرت خودشون گفتن این یکی از مستحبات است که این یعنی نیت زبانی ما میگیم ایرا به خاطر که انسان فکرش در نماز آمده است. بعد از اون ما میگیم که خالصا لله تعالی الله اکبر دستا را میبرداریم. دستا را برداشتن در مذهب خودمون سنت است. از کتف باید بالاتر باشه و در گوش رساندن در مذهب ما مستحب است. در دیگر مذهب این نیست. فقط در مذهب احناف، در مذهب حنفی امام اعظم رحمت الله علیه یکی از مستحب های نماز یعنی رساندن همین دو انگشت در گوش است. چون که در روایت آمده است که پیغمبر بزرگوار گفتن که شما وقتی نیت کردن دستها را از کتف بالا برداره و هر دو دست برابر باشند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتن که وقتی که همین دو انگشت یعنی که در همین کشالک های گوش کی رسید هم دستها برابر میشوند هم از کتف بالا میشوند. این یعنی ترتیبی نماز خواندن مذهبی خود. از کتف باید بالا باشند و پنجه ها باید چسبیدگی باشند و همین خیل برداری. بعضی این خیل نیت میکنن طرزی درست این خیل نیست برادر عزیز. اصل گوش قپیدن نیست نیت کردن. دستا را برداشتن نه. باید پسی دست طرفی قفا باشه، پیشی دست یعنی که طرفی قبله. وقتی که میبرداری این دلالت شامل است که دنیا و فکر کار دنیا همه پسی سر در پیش الله اکبر، الله بزرگ در پیش رو باید که همه فکر ذکر تا در الله بگیری. این الله اکبری که میگیم ایرا تکبیری تحریمه میگن. تکبیری که همه عمل دنیا را برای خودت حرام میگردانی. تکبیری تحریمه فرض است در نماز. اما الله اکبر گفتن در مذهب خودمون لفظ الله اکبر گفتن واجب است. انسان میتونه که یعنی با هر چیزی که دلالت به عظمت و بزرگی الله اعظم الله اعلی قطعی میتونه یعنی که نیت کنه، اما افضل و بهترش چیه؟ الله اکبر است. وقتی که الله اکبر گفتیم دستا را میبندیم در پیش. بستن دست این طور است برادران عزیز. باید این دو چلیک بندی دست با خفی سه چلیک در بالای یعنی که دستات باشه. خیلی میبندی در تحت ناف. در مذهب خودمون در تحت ناف است. مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه بالا میکنن. مذهب خودمون تحت ناف است. میبندیم. خب بستن دست ها در مذهب خودمون این سنت است. یکی از سنت ها دستا را بستن. خب بعد از این ما سبحانك اللهم میخونیم. سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. سبحانك اللهم خواندنش سنت است. خواندن سبحانك اللهم سنت است. بعد از سبحانك اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم. اعوذ بالله و بسم الله را هر دوش خواندنش و گفتنش سنت است برادران عزیز. خب دوم بگیم اینها سنت های نماز است. قیام نماز راستا یعنی چخت خواندن در مذهب ما در مذهب احناف در نماز فرض قیام فرض است، در نماز واجب قیام واجب است، در نماز سنت قیام سنت است، در نماز نفل قیام مستحب است. این موافق مذهبی خودمون است، مذهبی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. قیام یعنی چخت نماز خواندن. وقتی که قیام فرض باشه اگر نماز فرض ششتگی که بخوانی درست نمیشود بی عذر. اگر عذر داشته باشه البته شریعت اجازه میده. خب بعد از آن قرائت آیات خواندن آیات در 2 رکعت اولی فرض، در تمام رکعت واجب، در تمام رکعت سنت و نفل یعنی قرائت آیات فرض است. در 2 رکعت اولی فرض، در تمام واجب، در تمام سنت و نفل قرائت آیات فرض است. اما سوره فاتحه یعنی سوره الحمد خواندن و زمی سوره کردن مقدار 3 آیات از جمله واجبات است. یعنی که هم الحمد خوندن واجب است، هم زمی سوره مقداری 3 آیت کردن. از 3 آیت زیاد خوندن یعنی که مستحب است، ثواب است و خوب است. بعد از آن وقتی که ما الحمد خوندیم زمی سوره کردیم الله اکبر میگیم و یعنی به رکوع میرویم. الله اکبری که گفته میشه برای رکوع رفتن این در مذهب ما چی هست؟ در مذهب ما این یعنی گفتن لفظ الله اکبر